پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که زنی مسلمان در غیر رمضان بدون اجازت شوهرش روزه نمیدارد. ببینید به اجازت شوهرش مسلمان حقیقی زنی صالحه حتی روزه نافله نمیدارد. از شوهرش اجازت میگیرد که اگر برای من اجازت باشد فردا من نیتی روزه دوشنبه یا پنجشنبه یا روزه قرضم را داشتنی هستم گفته از شوهرش اجازت میپرسد. ببینید چه جایی به عملهای دنیوی. و حتی بعض علما میگن که اگر زن صاحب مال باشد، مال از آن شخصی خود را دارد، مال مهرش است یا تجارتی دارد یا از جانب پدرش تحفه شده است یا از دیگر طرف تحفه شده است یا عموما مال دارد، مال شخصی خودش است، مال خودش است، او حق دارد با آن تصرف کند، لیکن گفتن که بدون اجازت شوهرش تصرف نکند. اگرچه مال او هست، از کمال احترام و از مکملی زن و تقوای او این است که از شوهرش اجازت پرسد. همین گونه اگر در این عملها اگر اجازت پرسد، پس چی باشد حال آنهایی که بدون اجازت شوهر به کوچه میبرایند، بدون اجازت شوهر در مال شوهر تصرف میکنند، بدون اجازت شوهر، به اجازت شوهر دست به کارهای میزنند که الله از آن راضی نیست، پیامبر صلی الله علیه و سلم از آن راضی نیست، شوهرش از آن راضی نیست. گناه است نعوذ بالله بدون اجازت شوهر. ببینید حضرت عایشه میگن که من از رمضان گذشته قرضدار بودم، نمی داشتم مگرم در شعبان، برای آنکه جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در ماه شعبان بسیار روزه می داشتم.